یا دوستان اومدیم با معرفی یه بازی دیگه و بررسیش کنیم ببینیم چطوره. کار کمپانی، من بازی رو یکم بازی کردم ببینم چطوره. کار کمپانی یعنی کارخونه ماشین، نه کمپانی مربی باید. این بازی به صورت که مدیریت، آره همین بدونین. من اینو یکم بازی کردم، یکم که نه، 2 ویدیو ضبط کردم، فایلاش پاک شد. بله بیاین ببینیم مو به مو بازی چی داره. این الان منفی خورد رفت این یک فلش کنم. اینا تولد ماشینه و اسمشه، اونم فروشه. بله منم ریچم، پول دارم 20 میلیارد دلار. بله همین ماشینای مختلف که 13 و اینا رو به این بخش ریسرچ. آره اینجا میاد شما به طور دیگه نشون میده. اینا باید ریسرچ بزنید، بیاید پایین مثلا، اینا بیاید پایین، اینا مثلا برای انجینه، برای داخل ماشینه، برای خود ماشینه، چه میدونم برای هندلینگ ماشینه، نرم بودن ماشینه. نه مثلا اینا رو ریسرچ چند تا زدم ولی بازم سخت باز کردم. برید تو بخش توربو اینا باز کنید، خوبه برای اول بازی به سرعت ماشینتون کمک میکنه. این نکته بود. بعد گفتم بخش دومش از پایین اینه که شما تبلیغ کنین. آره تبلیغ میکنین اینجوری. من 2-3 تبلیغ تو اینترنت زدم، اینم مینوسه چندمین. حالا ما نسبت به فروش من کمی 13 میلیارد، ولی خب مثلا یوتا، اما تویوتا که 224 میلیارد دلار سرمایه داره. بله فروش ما با این حد از فروشمان تالسل 93,000 تا. آره کمه، چی فکر کردی؟ سالم سال 2038 هستش تو بازی. اینجا هم بخش ماشیناتون اصلا دوباره با کریت ریستینگ ماشینتون رو بس مثلا آپدیت کنید، مثلا دوباره بزنید، مثلا سیده اینا همه بودن اوبیکس که جالب. این بخش مسابقه اینجا رو بذار کنار، سخته واقعا. من ویدیو هم حتی برید نگاه کنید سخته. مثلا ماشین مختلف دارم با سرعت‌های بالا ولی وزن، حجم موتور، HP. مثلا این ماشین میخواد 101. اینجا پرکتیس میاد اینجا میره کنده، باید سریع باشه که مقام بالاتری بیارید نسبتا. آره پول میده، مقام اول بشه پول میده. آره برای اول بازی بتونید چیز خوب در بیارید خوبه، ولی سخته دیگه، انقدر راحت نیسته. اصلا باید خیلی سریعتر از یه حرفا اینو بره، باید ریدر نمیتونه. آره این باید شما اینو همه چی رو در نظر بگیرید و فیزیک، سرعت، اینا به ما ربطی نداره والا. نگاه ازن ریدیم 8م شدیم 10 ثانیه، اونم 7 ثانیه 6 ثانیه. آره اصلا کلا سمت این بخش نریم بهتره. کلش ذره اولش باید 30 میلیون دلار تو بازی رو بدین که بیاین به حساب ثبت نام کنید، بعد ببرین. آره تحویلتون میده، بیلاخ تحویلتون میده. برای همین کار نگون بهتر نظر من. این بخش مال آفیس این چیزه. بخش بعدش مال استخدام کارمندات. ارزون انتخاب کنید، لیسری دافی انتخاب کنید. آره بهتر ارزون خیلی بهتر. ارزون انتخاب کنید که اذیت نشید، خیلی بهتر. الان من چون ماشین در حال ساختن نمیشه بدید ماشین رو نشون بدم. پارت بعدی 100% آموزش ماشین و چیزای دیگر به توضیح میدم. بعد حواستون باشه برشکسته نکنید فقط. آره نکته کلیدی توی بازیه. اگه خواستین قبل اینکه پارت 2 رو بذارم نصب کنید، حواستون باشه زیاد به چخ نرید. بهتون تو ویدیو بعدی میگم چیکار کنید که ورشکسته نکنید. خیلی هم نکته ریزیه. خب اگه تا اینجای ویدیو نگاه کرد و لذت بردید از ویدیو و مفید بودین که یک بازی جدید نصب کنید بازی کنید، ویدیو رو لایک کنید، منم ساب کنید. گودبای.